سلام به کانال فرشو تیوی و یه ویدیوی جدید خوش اومدید. من فرشیدم و توی این ویدیو میخوام به تجزیه و تحلیل و موشکافی دقیق تریلر تیم سبز بپردازیم و ببینیم که قبل از شروع سریال میخواد دقیقاً مخاطب رو برای چه چیزایی آماده بکنه. چند روز پیش 2 تریلر از سریال خاندان اژدها منتشر شد که یکیش تریلر تیم سبز و اون یکی تریلر تیم سیاه بود. تجزیه و تحلیل و بررسی تریلر تیم سیاه رو هم توی یه ویدیو جداگونه براتون میذارم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و لایک ویدیو، سابسکرایب چنل، یادتون نره زنگوله کنارش هم فعال کنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم براتون نوتیفیکیشن بیاد و سریع بیاید ویدیو رو ببینید. مرسی از همه. بریم سراغ تحلیلمون. اول بگم که فصل دوم دقیقاً از همون جای شروع میشه که فصل اول به پایان رسید و ما هیچ پرش زمانی رو توی فصل دوم شاهد نیستیم. دلیل نامگذاری سیاه و سبز هم همونطور که میدونید اشاره داره به 2 جنایی که توی سریال با همدیگه در حال جنگ و رقابت بر سر تاج و تخت هستن. تیم سیاه اشاره داره به جناح رینیرا و دیمن و تیم سبز اشاره داره به جناح الیسن هایتاور و فرزندانش. توی اولین صحنه‌ای که توی تریلر تیم سبز میبینیم، آلیسن توی سبت مقابل کلی شمع نشسته و خیلی ناراحته و انگار در حال عزاداری یا دعا کردنه. این صحنه دقیقاً ما رو یاد صحنه‌ای میندازه که توی جوونی آلیسن و رینیرا همینجا در حال دعا کردن برای مادر رینیرا بودن که اون موقع تازه از دنیا رفته بود. توی شات بعدی آلیسن رو میبینیم که داره با یه نفر که سر پا وایساده صحبت میکنه. از طرز ایستادن اون فرد و عصایی که دستشه میشه حدس زد که اون شخص لریس استرانگه و توی فصل دومم هنوز رابطه زیرپوستی و مخفیانش با ملکه ادامه داره. شات بعدی پرچم‌های سر دروازه رو نشون میده که در حال آویزون شدنن. طبیعیه که اگه هر دو جناح پرچماشون مثل هم دیگه باشه کاملا برای مخاطب گیج کننده میشه. اگه به پرچم‌ها دقت کنید روی پرچم یه اژدهای طلایی و در زمینه رنگ سبز میبینید که ترکیبش میشه رنگ سبز یعنی نماد خاندان هایتاور و اژدهای طلایی نماد خاندان تارگریان. اژدهای طلایی روی پرچم هم از سانفایر اژدهای ایگان الهام گرفته شده. توی یکی از صحنه‌های مهم بعدی روی دیواره کینگز لندینگ اسکورپین یا همون تیرکمانای قولاسایی که باش اژدها میزنن رو همراه با یکی از اعضای کینگز گارد یعنی سر آریک کارگل توی کادر تصویر میبینیم. این تیرکمونا رو توی گیم آف ترونز هم توی فصل 7 و 8 دیدیم که توی فصل 8 ازشون در برابر حمله اژدهاهای دنریس استفاده شد. همونطور که گفتم این صحنه یه صحنه مهم و البته نمادینه. ما میدونیم که تعداد اژدهایان جناح سیاه نسبت به جناح سبز بیشتره. پس این شات نشون میده که سبزها برای مقابله با حمله احتمالی اژدهایان تیم سیاه دارن این اسکورپیونا رو آماده میکنن. علاوه بر این شاهد حضور آریک کارگل توی کادر هستیم که به عنوان یکی از نیروهای تیم سبز خدمت میکنه و در مقابل برادرش اریک کارگل تیم سیاه رو انتخاب کرد. میبینید که 2 برادر دوقلو مقابل همدیگه قرار گرفتن و این سریال در واقع قدرت رو میخواد به نمایش بذاره و اینکه بازی قدرت چقدر میتونه بیرحم باشه که 2 برادر خونی و دوقلو رو مقابل همدیگه قرار بده تا با هم بجنگن. توی صحنه بعدی دیمن رو توی زره اژدهای معروفش میبینیم که داره به کمپ نیروهای سیاه نگاه میکنه. همونطور که میبینید جایی که ارتش رو جمع کردن یه جای تپه مانند به نظر میرسه و من فکر میکنم که یه جایی در ریورلند باشه بیرون از هارنهال، چون هارنهال توی ریورلند واقع شده اما در حال حاضر دیمن و رینیرا توی دراگنستون هستن که یه جزیره است. اما هارنهال توی سرزمین اصلی واقع شده که جای خوبی برای جمع کردن نیروها و کمپ زدنه. تو شات بعدی اوتو هایتاور داره با الیسنت صحبت میکنه و بهش میگه که حالا که ایمند پسر رینیرا رو کشته اونا دیگه خیر و صلاح قلمرو رو نمیخوان بلکه فقط آرزوی انتقام دارن و هیچ جوره نمیشه اونا رو پای میز مذاکره برای صلح کشوند. اما یکی از صحنه‌های مهمی که توی تریلر نشون داده شد صحنه‌ای بود که 2 نفر رو می‌بینیم که از یه تونل تاریک با مشعل دارن عبور میکنن و یه شات کوتاه می‌بینیم که دست یکی از اونا میاد بالا با یه کیسه پول
و یه شوالیه با شنل طلایی که اونور وایساده. این دو نفر همون خون و پنیر هستن. بعد از مرگ لوسریس دیمن قسم میخوره که تلافی این اتفاق رو سر سبزا در بیاره. اون دوتا مرد رو به اسمای خون و پنیر استخدام میکنه تا به ردکیپ برن و انتقام لوسریس رو بگیرن. اما میبینیم که یکی از اونا که احتمالاً پنیره دستش رو با یک کیسه پول میبره بالا و با یه سرباز شنل طلایی صحبت میکنه. اگه یادتون باشه توی فصل 1 شنل طلایی ها تحت فرمان دیمن بودن. این یعنی دیمن هنوز تعدادی از اونا رو میشناسه یا حتی ممکنه دوستانی بین اونا داشته باشه. در نتیجه میتونه یکیشون رو با پول خریده باشه و اونم به خون و پنیر کمک کنه تا وارد قلعه بشن و ادامه ماجرا. صحنه بعدی ایگان رو نشون میده که داره اعلام میکنه هر کس علیه پادشاه و حکومت توطئه کنه صدها برابر بهاشو پس میده. اما توی فصل 1 دیدیم که اون یه آدم عیاش و خوشگذرون بود و هیچ علاقه‌ای به پادشاه شدن نداشت، ولی اینجا 180 درجه نظرش عوض شده و اینجا بازم سریال میخواد تأثیر قدرت رو در عوض کردن آدم نشون بده و ایگان اینجا مست قدرت شده و اینکه ایگان آدمیه که حرفای اطرافیان و حمایت اونا خیلی روش تأثیر میذاره و راحت میتونه نظرش رو عوض کنه. و توی صحنه بعدی بازم ایگان رو میبینیم که اینجا زره تنشه و داره میگه منم به اندازه هر کدوم از اونا ترسناکم و دقیقاً بعدش کلاه خودش رو میبینیم که با جواهری که روشه شبیه تاج شده. تاج در این جور سریالا نماد قدرته. علاوه بر اون وقتی ایگان رو با زره میبینیم متوجه میشیم که قرار نیست موقع جنگ پشت دیواره قلعه قایم بشه و میخواد توی جنگ شرکت کنه، اما احتمالاً پیاده نیست و سوار اژدهاست، همون سانفایر، اژدهای طلایی رنگ. سانفایر یکی از بزرگترین اژدهاهای توی سریاله، اما بزرگترین اژدهایی نیست که ما خواهیم دید. شات بعدی که تریلر به ما نشون میده توی هارنهاله، اما به خاطر تاریکی هوا و بارش بارون خیلی معلوم نیست، ولی خب قسمت‌های ذوب شده قلعه توسط ایگان فاتح رو میشه دید. همون لحظه یه اژدها بالای یکی از برج‌ها فرود میاد. در واقع این دیمنه که سوار کاراکسیس شده. لریس استرانگ ارباب قلعه هارنهاله، اما چون در حال حاضر توی کینگز لندینگ، عموش سایمن مسئولیت اونجا رو به عهده داره و چون سایمن از ماجرای ذوب شدن برجای هارنهال توسط ایگان فاتح خبر داره، طبیعتاً نمیخواد به اون سرنوشت دچار بشه و در واقع دیمن با این کارش داره یه جور هشدار بهش میده و مقدمه چینی میکنه برای اینکه بتونه قلعه رو بدون جنگ و خونریزی تصرف کنه. اولین تصویری که از ایمند توی تریلر به ما نشون داده میشه جاییه که داره با کریستین کول صحبت میکنه. اون به کریستین کول میگه عموش یه چالشه و اگه دیمن جرأت رویارویی با اونو داشته باشه ازش استقبال میکنه. ایمند میدونه که اگه بتونه عموشو شکست بده اسمش برای همیشه در کتاب‌های تاریخ ثبت میشه، خصوصا حالا که اژدهای ایمند یعنی ویگار بزرگتر از کاراکسیس یعنی اژدهای دیمنه. تو صحنه بعدی مردم رو میبینیم که در حال گریه کردنن و دارن گل میریزن رو به پایین و بعد آلیسنت رو در لباس عزاداری و در حال گریه کردن میبینیم که نشون میده یه نفر از تیم سبز مرده. صحنه بعدی بازم اوتو هایتاور رو نشون میده که میگه ما پیروز میشیم و صلح رو به ارمغان میاریم، اما مسیر پیروزی حالا فقط خشونته و تا زمانی که یکی از طرفین بالکل نابود نشه هیچ پیروزی و صلحی وجود نخواهد داشت. تو صحنه بعدی یه نفر از خاندان برکن رو میبینیم که مقابل 2 نفر دیگه وایساده و شمشیرش رو به اونا گرفته. با توجه به نشانی که روی لباسش داره متوجه میشیم که یه برکنه و احتمالاً اون 2 نفرم از خاندان بلک وود هستن، به خاطر رنگ لباساشون میگم. اگه از فصل قبل یادتون باشه توی مراسمی که برای خواستگارای رینیرا برگزار شد و قرار شد یکیشون برنده بشه، یه درگیری بین 2 نفر از خاندان برکن و بلک وود پیش اومد که توی اون درگیری بلک وود میزنه برکن رو میکشه و از همون موقع این 2 تا خانواده با هم دشمن میشن و توی این صحنه هم اشاره کرده که این 2 خانواده همچنان با هم مشکل دارن. توی صحنه بعدی کریستین کول رو میبینیم که انگار بعد از یه نبرد تعدادی سرباز رو اسیر کرده و داره شمشیرش رو پاک میکنه و صحنه بعد از اون یه پارچه خونی نشون داده میشه که خبر از قتل یا سوء قصد توی قلعه سبز ها میده. تو صحنه بعدی ایگان رو میبینیم که با شجاعت داره دستور جنگ صادر میکنه. این میتونه برای زمانی باشه که دیمن به هارنهال رسیده یا زمانی که ایمند برگشته
و خبر کشته شدن لوسریس رو داده. به هر حال تو این صحنه اگان از صادر کردن دستور جنگ کاملا هیجان زده است. در شات بعدی ویگار رو می‌بینیم که توی آسمون داره پرواز میکنه و ایمند سوار بر اونه. این صحنه میتونه قبل از یه نبرد باشه یا اینکه ایمند فقط داره باهاش جایی میره. صحنه بعدی 2 تا از اعضای کینگزگارد رو میبینیم که در حال اسب سواری هستن و یکیشون هم کریستین کوله. شمشیراشون رو بیرون نکشیدن، پس در حال حمله نیستن. در واقع اینا با این سرعت دارن به داخل جنگل فرار میکنن و توسط یکی از اژدهاهای تیم سیاه در حال تعقیبن و میخوان با فرار به داخل جنگل رد گم کنن تا اژدها نتونه ببینتشون. توی شات مهم بعدی سیل نیروهای دیمن رو میبینیم که بعد از تسلیم شدن قلعه هارنهال در حال وارد شدن به قلعه هستن. تو صحنه بعدی آلیسنت رو داریم که میگه تمام زندگیم تلاش کردم به خانوادم و قلمرو هم خدمت کنم و هیچ کدومش مهم نیست. و نکته خیلی مهم اینه که همزمان با این جملات صحنه غرق شدن آلیسنت رو توی آب میبینیم. پیامش هم اینه که آلیسنت دچار نوعی بحران در اعتقاداتش و کارهایی که کرده شده. داره میگه من هر کاری که فکر کردم درسته انجام دادم. بهترین کارا رو برای خانواده و سرزمینم انجام دادم. به علاوه پایین رفتنش توی آب میتونه خودکشی باشه یا نشونه ای از تولد دوباره و تغییر در اعتقادات و جهت رفتارش، یعنی به نوعی تولد دوباره. صحنه بعدی هم که اژدها رو بالای جنگل نشون میده مربوط به همون سکانس فرار کریستین کول از دست اژدها به داخل جنگل. رنگ اژدها هم سبزه، بنابراین میتونه موندنسر باشه، اژدهای بیلا تارگریان، یا ورمیکس باشه، اژدهای جسریس ولاریون. و شات آخری که نشون داده میشه توی دراگون پیته و تصویر دریم فایر رو میبینیم که متعلق به هلنا تارگریان و شباهت خیلی زیادی به اژدهاهای دنریس توی بازی تاج و تخت داره. به نظر شما دلیل این شباهت چیه؟ اگه حدس یا نظری دارید میتونید برام کامنت کنید، ممنون میشم. امیدوارم از تجزیه و تحلیل من از این تریلر لذت برده باشید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. هر گونه نظری در رابطه با سریال خاندان اژدها دارید میتونید کامنت کنید، همه رو میخونم و جواب میدم. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال یادتون نره. زنگوله رو فعال کنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم سریع با خبر بشید. دمتون گرم تا یه ویدیو دیگه از فرشاد تیوی. خداحافظ.